حادثه جیمز دابنز نویسنده کتاب پس از طالبان بعد از اینکه حمایت اتحادیه اروپا را گرفت وارد شد در مذاکرات با کشورهای جمع 2 بعد از اینکه در پاکستان آخرین سفر خود داشت توافق پاکستان هم میگیرن در اونجا پرسان میکنن که نظرتان در مورد آینده افغانستان برای اولین بار پاکستان پیشنهاد میکنه جنرال احسان الحق رئیس ISI پاکستان که به نظر ما با توجه به 4 شرطی که گذاشته بودن که جبهه متحد بدیل نیست پیشنهاد میکنن که حامد کرزی یک گزینه مناسب برای زعامت آینده افغانستان است. چرا؟ هم شناختی که نسبت به کرزی صاحب داشتند هم برای امریکا نشاط صاحب برای پاکستان هدف ای بود که از جبهه متحد کسی نباشه. بعد از این صحبت اولین بار توجهتان میخوایم برای اولین بار تماسشان با جبهه متحد تامین میشه. تماس میگیرن به همراه مارشال صاحب از طریق گریشرون که در شمال افغانستان بود که نماینده تان شما بفرستین که ما همراه شما نماینده جورجکش گپ بزنیم. مارشال صاحب دکتر صاحب عبدالله را به اساس پافشاری گریشرون که این حقایق را در کتاب خود مأموریت سقوط حتما از نظر شما پروانه سپتیر شده باشد دیده باشند که به اساس پافشاری گریشرون مارشال صاحب دکتر صاحب عبدالله را وظیفه میدن که به تاشکند بره. چرا؟ تایتل رسمی دکتر صاحب عبدالله وزیر خارجه بود. به اساس وزارت خارجه و این تماس را او در گذشتن دنبال میکرد رفتن به تاشکند. با این نقطه 10 بار توجهتان میخوایم. در تاشکند در یک شب دکتر صاحب عبدالله با جیمز دابنز سپری میکنن و 3 توافق بنیادی دست پیدا میکنن. خراسانی صاحب 3 توافق: 1. تشکیل یک دولت جدید فراگیر ملی. 1. 2. تعیین یک رهبر جدید برای آینده افغانستان، یعنی نه دولت اسلامی و نه استاد ربانی شهید، یک رهبر جدید، هنوز نام مطرح نیست. 3. تدبیر یک کنفرانس بین المللی برای تضمین و مشروعیت دادن به تصامیم. این 3 فیصله تقریبا 1.5 ماه قبل که تاریخ دقیقش متاسفانه فراموشم شده، اگر شما دوستا به یادتان باشه، این 3 توافق بنیادی از آدرس دولت اسلامی و جبهه متحد بین دکتر صاحب عبدالله و بین جیمز دابنز در تاشکند صورت میگیره. بعد از اینکه توافق میشه پرس کنفرانس هم دایر کردن، هم دولت جدید، هم رهبری جدید، هم تدبیر کنفرانس. اوج تصمیم گرفته میشه که جناب استاد شهید در کابل هستند، مارشال صاحب مرحوم و بقیه رهبران در کابل هستند. دابنز شما باید به کابل برین، این گپا و مسائل را با جناب استاد مطرح بسازید. از کابل از تاشکند پرواز میکنن توسط طیاره نظامی به کابل هم نآمدن، گفتن ما اعتماد نداریم. در بکرام آمدن پایین شدن، در گارنیزون بکرام که در او وقت بسم الله خان محمدی وزیر صاحب دفاع پیشین که مسئولیت گارنیزون داشت، یک اتاق مخروبه جنگ زده را به شکل اضطراری ترتیب کردن. ما مارشال صاحب، جناب استاد انجینر صاحب عارف، انجینر صاحب عبدالرحیم، جمع یک تعداد دوستای دیگه از کابل رفتیم به بکرام. دابنز و دکتر صاحب عبدالله از تاشکند آمدن به بکرام. اما در میان این پرواز از تاشکند تا بکرام مثل از که هم خلیلزاد نوشته کردن، هم دابنز نوشته کردن، در این فاصله شهرانی صاحب در کابین طیاره اردیش میشینند. دابنز پرسان میکنه از دکتر صاحب عبدالله که دکتر صاحب شما حال فیصله شد که دولت جدید، یک رهبری جدید، به نظر شما رهبر آینده کی باشه؟ دکتر صاحب عبدالله برشان میگه که رهبر آینده باید یک پشتون بوده باشه، 1. 2. متعلق به جبهه متحد نبوده باشه. یعنی این 2 مشخصه را دکتر صاحب عبدالله ذکر میکنه: 1. پشتون باشه، 2. متعلق به جبهه متحد نبوده باشه. میگه منظور زارشاست؟ میگه نه خیر، موی سفید شده.
میگه که کی؟ میگه که حامد کرزی به نظر من یک انتخاب درست و بجا بود. بنابراین پس از اینکه در اسلام آباد رئیس آیسای میگه اولین بار 1.5 ماه قبل از کنفرانس بن از آدرس جبهه متحد و دولت اسلامی دکتر سیف عبدالله این نام را میگیره. دکتر سیف عبدالله از کجا این نام گرفت؟ من خودم همراهشان صحبت داشتم. طبیعی یاد کردن که من صمیمانه میگم که نه تنها خودم به این باور بودم که در ایران و در هند، در روسیه، بعضی از کشورهای اروپایی هم من لابی کردم به می که آقای کرزی یک چانس خوب و یک گزینه مناسب است و من خوشحال هستم که فضل خدا دکتر سیف عبدالله حیات هستند. اگر استاد شهید حضور ندارن، اگر مارشال صاحب مرحوم حضور ندارن، دکتر سیف عبدالله تشریف دارن، فضل خدا حیات هستند، هر وقت میتونن و من از همین طریق از پیششان خواهش میکنم که کسی که بیشترین قضایا در پیشش است متاسفانه هنوز در مدیا چیزی اظهار نکردن، سکوت خود بشکنن، یک سلسله حقایق و قضایا را به نسل جوان ما، براینده های ما بگوید. پروانی صاحب محترم حداقل امی برادرتان امی جرأت داشته که ما در چندین جلسات مشابه به در نشست‌های مطبوعاتی در کابل چندین بار ما این قضایا رو روشن ساختیم. ما امیدوار هستیم دکتر سیف عبدالله هم اگر لازم ببینن یک به اصطلاح برآمد میدیا داشته باشن، حقایقی که پیش از اونها هست بگوین و اینمی فصل ناگفته به اصطلاح جناب نشاط صاحب تکمیل شود. بعد از این یعنی آقای کرزی بین جبهه متحد و اینا در فضا در کابینه طیاره نامش مشخص شد. بعد آمدن در بکرام که آمدن ششتن در اوج صحبت هایی که صورت گرفت که آقای دابن صمیمانه با تمام امانتداری این گزارشات دمی کتاب پس از طالبان خود نوشته کرده، شما عزیزا حتما مرور کردین. استاد شهید یک مقدمه را گرفت، اظهار سپاسگزاری کرد در امی اتاق در بکرام که شما با ما همکاری کردین اگر و غیره و غیره، صحبت تعارفی. بعد دابنز در وسط صحبت جناب استاد داخل شد و گفت که جناب استاد ما برای شما دو پیشنهاد دو پیام را از واشنگتن براتون آوردیم. دو پیام را. یک، ما با شما در تشکیل یک دولت جدید همکاری میکنیم، چیزی که قبلا با همراه دکتر صاحب توافق کرده بودن و در برنامهشان دولت جدید بود، یعنی دولت فعلی را قبول نداریم. دو، ما اول در تشکیل یک دولت فراگیر ملی جدید، دو، یک رهبری جدیدی که بتانه اقوام افغانستان هم قانع بسازه و حمایت جامعه بین المللی رو جلب کنه. خیلی روشن بود، یعنی نه دولت شما را قبول داریم نه خود شما را. انصافا در امیج جناب شهرانی صاحب من راستش یک کمک او وقت جوانتر بودن دیگه، یعنی شما 20-22 سال مرا که جوانتر بسازین غنیمت میشه دیگه، در حدود 40-45 سال هم جدیتر شدم که این آدم با همین جرأت مثلا جسارت در مقابل استاد، حتما استاد عکس العمل نشون. من صمیمانه یادداشت‌های خودم نوشته کردم فاضل صاحب که من بزرگمنشی و عمو بزرگی استاد عمو جدیده بدون کوچکترین به اصطلاح عکس العمل و واکنش حرفش به این بود که آقای دابنز مبارزه ما، زحمت ما، قربانی ما به این نبود. جمله استاد شهید است که ما حکومت خود تمدید کنیم. هدف ما این بود که افغانستان از شر تروریسم آزاد شود، صلح بیاید، جنگ قطع شود و غیره. ما با این پیشنهاد شما موافق هستم. سر جزئیاتش با همراه برادرها باز بشینین شما صحبت بکنین. این میره 4-5 دقیقه استاد صحبت کرد. بعد استاد پس از تایید پیشنهاد آقای دابنز در مورد دولت جدید و رهبری جدید بیرون شد از مجلس، گپای جزئیاتش گذاشت و برادرها همراه صحبت میکنن. بنابراین